سلامت باشید. سپاس. درود دوستان خوبم. این شام نیز با برنامه جدید خاطره ها روی اکران های شما مهمان خاندان شما. شامتان بخیر. میگویند موسیقی رشته است که دلها را میپیوندد نوابسته از مدنیت، زبان، ملت و عموما صنعت سرجمعی را دوست می‌دارد. صنعت همیشه مردم را سرجمع می‌سازد. این شام نیز ما یک زمره نوجوانان را سرجمع آوردیم در استودیوی سفینه. دسته هنری آموزگاران و دانشجویان کالج صنعت به نام احمد باباقلوف با راهبری هنرمندی شناخته و معروف ظاهرشاه حیدرов هر یک شما را خوش آمدید میگوییم. شامتان بخیر باشد. سلامت باشید. برای شما هم تشکر زیاد میگوییم که ما را قدر نموده به این برنامه دعوت نمودید. برایتان سپاسگزار هستیم و امروزها در کالج صنعتی استاد احمد باباقلوف امروز فعالیت کرده شدیم. همراهی استادانی که اینجا حضور دارند، اینجا نواختند، پیوسته کوشش کرده شدیم که آن عنعنه‌های ملی که ما داشتیم، آن سرودهایی که استادان برای ما ایجاد نمودند، باید ما پاس داریم و پیوسته کوشش کنیم که همین عنعنه موسیقی ملی خود را به نسل نو برسانیم و این برای ما جوانان قرض است، چون استادان برای ما میراث گذاشتند. باید ما پیوسته باز هم کوشش کنیم که همین رشته عنعنه، همین رشته که امروز ما داریم باید کنده نگردد و پیوسته نسل به نسل همین سرودها یعنی برسد. باید هر یک استادی که امروز در موسیقی ملی کار و فعالیت میکند باید پیوسته کوشش کند که همین عنعنه را باید ادامه دهد. مقصدی همین هنرمند، عموما آموزگار، استاد باید چنین باشد که همین موسیقی ملی را پاس داشتن است. چنانه که شما حاضر شاهد بودید، دانشجویان اینجا از کرسی 1 تا 4 در انسامبل امروز آموخته ایستادند و بار اول است که این دانشجویان در این صحنه هنرنمایی نموده ایستادند و بسیار با انسامبل یعنی هم‌آواز سراییدن بسیار مشکل است و سرودی که اینا سراییدند سرود از استاد اکاشریف جورایف بود، قلبندی که بسیار معمول و مشهور است. تمام منطقه کشور ما این سرود را میدانند، دوست می‌دارند و در زندگی خود زمزمه می نمایند. بله درست است. واقعا ما این شام چهره های نو را می بینیم، استعدادان نو را می بینیم که این باعث خوشبختی و خوشحالی ما نیز هست و سپاس می گوییم برایتان که آماده نمودید این گروه را برای اجرا کردن یک سرودهای ماندگار گوییم. یعنی نترسیده دست زدن به مکتبی بزرگ این دلاوری است واقعا و از آن درک می دهد که آینده یک حافظی خوب، یک صنعتکاری خوب به وای خواهند رسید. البته با راهنمایی استادان. و چون گفتید یک سرود بسیار هم ماندگار، بی زوال، فورم صدا داد. باز هم خوشحالیش در آن بود که در هم‌آوازی این سرود را سرودید با نام قلبندی که همگان میشناسد و این شام نیز ما اسم نفری را به یاد میاریم، اسم نفری را باری دیگر به زبان میاریم که همیشه سرودهایش در دل هاست، همیشه سرودهایش در محفل ها، در چاره‌بینی ها صدا میدهند تا به امروز با همان صفات و با تابش های نو. و این نفر می باشند حافظ خلقی تاجیکستان اکاشریف جورایف که یک مکتب خاصه را دارا بودند و از این مکتب باز هم صدها هزارها مکتب دیگری صنعتکاران حرفه‌ای سرچشمه گرفته است. یعنی جاده ها سر زده است و بار دیگر سپاس میگوییم که شما امروز محض همین مکتب رو انتخاب نموده تا اینکه بار دیگر یادرس شویم، بار دیگر یادآور شویم و با همین وسیله طبع اهل بیننده را به دست بریم. ولی چه خیلی گفتیم نابسته از آن که بسیار هم یک سرودی فورم است، دلنشین است، در سرجمعی باز هم بیشتر میگردد شیرش، مزش، ولی دشوار است و چگونه آماده گردید همین سرود؟ این سرود را بسیارتر هنرمندا در علاهیدگی می سراییدند. بله. و من کوشش نمودم که یک قالب شکنی و یک برای انسامبل، بله، همراهی انسامبل و بسیار مشکل است و اینا دانشجویانی که کالج هستند الکی نو به موسیقی یعنی قدم های اولین خود را گذاشته ایستادند. در کجا باید نفس کشید، در کجا باید ایستاد و یعنی باید استاد بسیارتر زحمت کشد تا بیشتر است. بله تا با یک آواز سراییدن و این من
باوری دارم که حالا در آینده باز هم کوشش میکنیم که در گروه سراییدن باید نفس پیدا شود. امروزها همه استادانی که در کالج فعالیت میکنند امروز پیوسته کوشش کرده استادان که آن جوانانی که برای دانش آموزی آمدند باید آموزند و هنری خود را صیقل دهند و در همین برنامه برآمد نمودن این یک خودش افتخار است و یک پیشروی است، چون که این دانشجویان الکی همین فضای ثبت ما را احساس میکنند و الکی واقف میشوند. شاید در یک جا میروند نقل میکنند که در استودیو چگونه ثبت میشود. الکی این یک پیشروی است. این هم یک درس مهارت است، چون که وقتی که در صحنه برآمد مینماید دیگرگونه است و در این صحنه که بسیار استادان در این برنامه ها هنرنمایی می نمایند دشوار هم هست و این پیوسته آهسته آهسته من باوری دارم که هر یکی این جوانان آینده یک هنرمندان خوب و یک چهره های سرشناس کشور می شوند که ما استادان از دیدن این جوانان افتخار میکنیم. بله، مهم از همه آن است که نزد بیننده امروز نوبسته از این نوجوانی خود زنده اجرا میکنند سرود را و این مسئولیتی هر یکی نوجوانان را زیادتر میسازد. بله. و سپاس. باز هم سرود نوبتی که پیشنهاد میگردد چی نام دارد؟ سرودی که پیشنهاد مینمایم، یعنی امروز برنامه‌ای که ما اومدیم تیار نمودیم صفر از استاد حافظ خلق تاجیکستان از اکا شریف جورایف است که بسیار سرودهاشون از خواندن و از شنیدن انسان لذت میبرد. یک مکتب بزرگی تاجیکی هست که امروز ما از این استاد افتخار میکنیم و فخر میکنیم که در تاجیکستان عزیز ما چنین استادان زبردست زیاد هستند که برای نسل نورس چی سرودهای ایجاد نمودند و برای ما بسیار یک مکتب بزرگ یعنی میراث گذاشتند. و این سرودی تشنیع است که غزل از حافظ برای دوستداران و مخلصان برنامه خاطرها پیشنهاد می‌نمایم. چون ما از سرودی که در نخست پیشنهاد کردید با نام قلبندی الکی درباره نوآوری شما آگاه کردیدیم، در این سرود چگونه مثلا کار کرده، چگونه کار صورت گرفت؟ دانشجویان پیش از اثری که میگذاریم یعنی غزل رو برای آنها میدهیم و آنها در خانه خود میروند کوشش میکنند که غزل رو اذیت کنند و ما استادان طلب میکنیم که باید غزل رو خوب اذیت کرده باشند، بی خطا باشند. بله. و بعدا مصرع به مصرع برای آنها می آموزانیم و آن نازکی هایی که استاد سراییدند پیوسته کوشش میکنیم که همون سبک و اسلوب یعنی مکتب سرودخوانی درواز در سرود باید جای داشته باشد. و هر سرودی که می سراییم، مثال سرودی استاد اکا شریف را سراییم پیوسته کوشش میکنیم که مکتب درواز باید باشد و هر یک استادانی که یعنی امروز معروفیت دارند، نام برآوردن، امروز میشناسند، الکی از سبک و سرایشان همون منطقه خود را انعکاس میکنند، معرفی میکنند و ما هم پیوسته کوشش کردیم که به همین مکتب درواز نزدیک باشیم، چون در اینجا جوانان هم شش مقام میآموزند، هم فلک میخوانند و از تمام منطقه کشور ما هستند. ما برای آنها به همون سبک و اسلوبی آنها نگاه کرده امروزها سرود انتخاب کرده ایستادیم. یعنی در کنسرواتوری ملی باشد، یعنی انسامبل فلک علاهیده است، شش مقام علاهیده است، نه که در کالج امروزها در یک جایگی اینا سرود میسرایند. ما پیوسته کوشش کرده ایستادیم که وابسته به همون استعداد و لیاقتی آنها دارن برای آنها سرود داده ایستادیم. پس بیایید این سرود را منظور بیننده سازیم. باشه. بعد از این هر کس نبیند
نازوکی‌هایی که مکتب حافظ خلقی تاجیکستان اکا شریف جورایف دارد بسیار هم نوتکرار است، بسیار هم خاصه است. بله. و شما که گفتید امروزها در کالج صنعتی به نام احمد باباقلوف و نورسان گویم نوجوانان از روی این همه نازوکی‌ها درس گفته می شود و نابسته از در جریان گویم بعضی از آنها گزارش آواز قرار دارد و برای پیشگیری این کمبودی ها گویم برای خوبتر آماده باز هم بهتر آماده کردن آنان چگونه است جریان درس جریان تمرین چگونه صورت میگیرد یعنی به هدف رسیدن استادان در کدام سطح قرار دارد؟ امروز که ما پیش از درس رو شروع میکنیم حتما یعنی گزارش آواز گرم کنیم یعنی پستانوفکا گالوس میگوییم کمش 20 دقیقه یا که 30 دقیقه ما هم حتما با این دانشجویان برای جور نمودن آواز با فورتپیانو مشق و تمرین مینمایم و سپس یعنی با سرود آموزاندن شروع میکنیم. آوازی آنها الکی به سنی بلاغت رسیده ایستاده است خواهیم نخواهیم آواز یعنی گزارش میشد یعنی عوض شوی بله و بعضی آنها جوان هستند و حالا آوازی همون کودکانه در خود نورسی ایستاده است و اینها را نظر گرفته به آنها سرود میدیم یعنی تمام شرایط ها ما الکی مهیا هست برای درس گذاشتن و بعضی آنها از خودکنشیشان بسیار خوب است و من مدتی 2 ماه می شود که در این کالج امروز فعالیت کرده ایستادم و فکر میکردم که این گونه جوانان در آنجا تحصیل نمی نمایند لیکن از بس که رفتم با آنها صحبت گذراندم استعداد آنها را دیدم که خیلی خوب است و از اینها یعنی در آینده یک امید بخشیدن ممکن است که در آینده از اینها بسیار هنرمندان خوب به وای میرسد. تنها من فکر میکنم که از استادم وابستگی ندارد چون اگر همین جوانان ذوق و لیاقت داشته باشند و یکی در آینده یک مقصد خود را گذاشته باشند اگر من باور دارم که در آینده هر یکی اینها سراینده خوب و چهره های نمایان کشور می شوند و این هم از استاد هم از خودی همین دانشجو وابستگی بسیار کلان دارد. استاد با دانشجو یعنی 1 ساعت 45-50 دقیقه کار میکند لیکن در دوام روز باید این دانشجو خودش مستقلانه باید پیوسته مشق و تمرین نماید تا همون آواز و همون طرز نفس گیری باید طرز درست خواندن رو خودش در علاهیده باید مشق نماید و این میتواند که یک برای پیشروی هنرمند پیشروی همین جوانان یک سهم خود را گذارد وقتی که مشق میکنید. استاد فقط راه را نشان میدهد یعنی برای راست با چگونه رفتن رو میآموزاند و سپس این جوان باید خودش پیوسته این دانشجو باید خودش آهسته آهسته باید مشق و تمرین نمایند. این جوانانی که امروز در اینجا سرایده شدند هر یکی آنها بسیار آواز خوب دارند و شنوایی خوب دارند. مدتی 5 سال می شود که در تاجیکستان عزیزمان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من شده میگذرد در این آزمون ها کوشش کرده برآمد نموده ایستادند و من فکر میکنم که این یک برای پیشروی جوانان یک سهم خود را میگذارد. بیهوده اجرای گروهی را اجرای هم نفسی نیز نمیگویند زیرا در اینجا باید که همگان گویم به قول یک دل و قول یک صدا سرود اجرا کنند و با تلفظ خود همون شعر نیز دقت مخصوص باید داده شود یعنی نازکی هایش زیادتر است نسبتی که انفرادی که نسبتی که یک اجرا میکنند و انفرادی آماده که ولی در انسامبل سرایدن یعنی جور آوازی رو احساس میکنن اینا خواهیم نخواهیم بعد از کالج الکی میآیند به کنسرواتوریا در اینجا 4 سال تحصیل می‌روند و سپس با انسامبل های دولتی هر یکی اینا را خود میگیرند. خواهیم نخواهیم امروز در مقیاس کشور ما تمام انسامبل های فلک انسامبل های شش مقام فعالیت میکنند که باید حتما با برابری که یک کمی سرایی با انسامبل سرایده باشی و برای اینها بسیار خوب می شود که الکی یک تکرسی خوب دارند الکی جور سراییدند و احساس کردن ضرب احساس کردن موسیقی را خوب می آموزند. وقتی که در انسامبل فعالیت میکنند برای اینها یک بسیار آسان می شود و خودی در همون انسامبل هم بسیار کارش خوبتر یعنی شروع میکند و پیشرفت میکند با برابری که اون هنرمندی که در انسامبل اگر نسراییده باشد حتما مشکلی دچار می شود چون که باید در کجا نفس کشید در کجا آواز برآورد و بلند و پستی موسیقی رو باید احساس نماید
و ما این نازکی ها را علاقه برای این دانشجویان آموزنده ایستادیم و باز هم پیوسته کوشش میکنیم که همین نازکی سرود خواندن رو برای اینها آموزانیم و باز هم تکمیل یابند و بله. در آینده حتما که یک صنعتکاری خوب شوند. شوند. خب سپاس. و سرود نوبتی که عینی حال پیشنهادی بیننده میگردد چی نام دارد؟ طول چقدر وقت آماده گردید؟ چی نازکی ها را دارست؟ سروده که حاضر پیشنهاد می‌نمایم صداقت دوست که آهنگ از بنده است و غزل از کمال خوجندی است که بسیار هم تیز از خود نمودند و برای اینها بسیار پسند آمد. وقتی که سرود یعنی به دل شما جای می شود حتما اون سرود شما تیز از یاد میکنید. وقتی که به دل شما راه نیافت و به دل شما جای نشد حتما یعنی که دل نادلان شما اون سرود رو میآموزید. و عموما هنرمندان هم همین گونه هستند که وقتی که یک سرود برایشان پسند آمد حتما اون سرود رو تیز از یاد می‌نمایند. این سرود رو برای اینا آموزاندم و بسیار خوب سراییده ایستادند و این بار اول است که این سرود صدا می‌دهد و با هم‌آوازی انسامبل و بسیارتر من برای دانشجویان در یک کسرایی می‌دادم و این سرود رو برای انسامبل دادم که باوری دارم که بسیار خوب تیار نمودند و برای مخلصان پیشنهاد می‌نمایم. پس سرود نوبتی را پیشنهادی بیننده میگردانیم با امید آن که به این شامشان نور و ضیا بخشیده میتواند.
سپاس، سلامت باشید. چون یک غزل بسیار هم مشهور را انتخاب کرده در این سرود و چگونه ایده آفریدن همین سرود پیدا شد، یعنی آهنگش چگونه روی کار آمد؟ ساختارش این سرود یعنی ساختاری همون شش مقام است که سرخط، میان خط، اوج، فراورد و ضرب یعنی ضربی فلک است و من سال پیش در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در نامیناسی کمپوزیتوری عنعنوی اشتراک نموده بودم و اونجا سزاواری دوم گردیدم که من در این موسیقی تمام منطقه تاجیکستان هم سوخت یعنی خواندن طرزی یعنی مردمی سوخت و نوازش باشد یعنی سیتاری بدخشانی و دنبوره‌ای که همچون فلک میخوانند نواخته میسرایند این را آمیخته کردم و یک چیزی خوب هم شد و باید هر یک هنرمند پیوسته کوشش کند که نوگانی باشد چون در بعضی موسیقی های ما گوش کنیم فقط یعنی منطقه سوخت رو در نظر میگیریم و بعضی موسیقی مثل موسیقی بدخشان اگر گوش کنیم فقط موسیقی بدخشان یعنی خطلان همین گونه من کوشش کردم که یعنی در موسیقی وحدت یعنی باید همدلی و یک نوگانی باشد همین سرود همین گونه و در فکری من بود نام سرود هم صداقت دوست که باید ما باید ملتچگی نکنیم موسیقی همون ما یک است فکری من هم همین بود و خوشبختانه به همون آرزو و نیت خود یعنی رسیدم و بسیار از طرف اعضای حکمان بسیار یک بهای بلند گرفت و برای من گفتن که بسیار کاری خوب کردی و این سرود رو من برای این دانشجویان آموزاندم تا که به همدیگر دوست باشند به همدیگر مهر و محبت داشته باشند و آنجایی که دوستی باشد مهر و محبت باشد حتما آنجا یک آبادی هست آنجا یک کار هست در اینجا مدیری ما هم حضور دارند تاشوف اکرم جان در اینجا نواخته ایستادند این کس بسیار استادان رو دستگیری می نمایند و دیرکتور ما بسیار یک استاد خوب هستند و همه آموزگارانی که در همین کالج فعالیت میکنند همیشه دستگیری می نمایند برای استاد دولتزاده بهادر تشکر زیاد میگوییم که برای ما شرایط مهیا کردند که امروز ما برای این دانشجویان سبق آموزنده شدیم و بسیار یک فضای خوب هست در کالج که همه استادان با همدیگر دوست هستند و به همدیگر کمک میرسونند و محیط کاری هست در اونجا انسان اگر خواهش داشته باشد و ذوق داشته باشد میتواند در کجای رود همون جا را آباد کند باید یک شاگرد تربیت نماید هر یک استاد اگر مثل استاد اکا شریف جوریف اگر بگیم اینقدر شاگردهای تیار نمودند مثل استاد عبدالله ناظری این گونه یک شاگردای تربیت نمودند که امروز ما از آنها افتخار میکنیم باید هر یکی استاد وظیفه آنها با برابر که سرود میسرایند و سرود ایجاد مینمایند باید شاگرد هم تربیت نمایند و این میشود یعنی نسل به نسل رساندن همین سرود و آهنگ و همین عنعنه تاجیکی است بله درست است و میگویند صنعتکار موفق همان صنعتکار است که هم قدم زمان است یعنی به درد جامعه رسیدگی کرده میتواند احساس کرده میتواند و عموما هم نفسی همزمانان خیش است و همین گونه گوییم یک آهنگ‌های را روی کار می‌آورد که تابش و جذابیت تمام منطقه‌های کشورش را در بر گرفته باشد باز هم صلح و وحدت را بهتر نماید بین جامعه و امروز که شما همین گونه سرودها را می‌آفرید و می‌آموزانید بسیار خوشحال گشتیم ولی آفریدنش دشوارتر بود و یا آموزانیدنش برای من نظر به آموزاندن ایجاد نمودن بسیار مشکل بود چون که شب و روز باید خواب نرفت و فکری با موسیقی همین موسیقی که یک جمله که شما موسیقی یافتید با آن زندگی میکنید تا آن نازکیش را پیدا نمودند بله کامل نگردد بله و چون که من حاضر در خود کنسرواتوری ملی و در دانشکده فرهنگ و امروز در کالج فعالیت کرده شدم آموزگار الکی این کسب اساسی من شده است و الکی من نازکیاش را آموختم و چگونه با دانشجو معامله کرد روزی می شود که همون دانشجو شاید عصبانی است شما باید همین گونه کنید که دانشجو خوشحال شود با شما یعنی معامله کند باید همین گونه استاد باید پسیخولوگ یعنی باید روانشناس باید باشد که همین استاد شاگرد را دیده به همون حالت روانی او نگاه کرده باید معامله کند و دانشجویی هم باید چنین باشند که رفتار استاد رو و این زندگی است و این خیلی برای من تجربه داد و من از استادان چگونه درس دادن رو آموختم
مدتی در جمهوری ازبکستان برای تجربه آموزی رفته بودم و از اونجا هم آموختیم و انسان یعنی زندگی خود دیدن و آموختن است. باید آموخت و باید پیوسته باز هم کوشش کند که همین دانشجو همین گونه باید فهماند که همین سبک قبول نماید. بعضا وقت می شود که دانشجو بسیار الکی نقپیده شده سروده. باید شما عصبانی نشوید. باید یگان راهش یافت. همه چی راه دارد. فقط همون باید نازکیش رو خوب آموخت و برای من این آموزاندن و یعنی برای دانشجو آموزاندن بسیار آسان شده است نظر به ایجاد نمودند. خب بسیار سرفرازیم که امروز هم صنعت تاجیک پیروانی دارد. همچون شما استادان عزیز به مکتب ماندگاری حافظ خلقی تاجیکستان اکا شریف جورایف نورسان و نوجوانان دارد. کالج صنعتی به نام احمد بابا قالوف که در یک جایگی هم باشند همین گونه سرودهای بیزوال را سروده می توانند و دلیرند و دلاورند. بار دیگر سپاس و بار دیگر در پیشروی کارهایتان موفقیت را تمنا می کنیم. بار دیگر خوش آمدید می گوییم هر یکی شما را به استودیوی سفینه. و در نهایت برنامه کدام سرود است منظور بیننده؟ سرود آخرین ما شیرین جان که بسیار معمور و مشهور است مثل سرود قلبندی و در کجای زمزمه می نمایی حتما مردم با تو هم آواز می شوند و با تو زمزمه می نمایند. ما این سرود رو با هم آوازی انسامبل آماده نمودیم و پیشنهاد می نماییم. و هدف برنامه خاطره ها نیز از آن عبارت است که نه تنها به یاد آوردن همین گونه مکتب های بیزوال، همین گونه مکتب های ماندگار، بلکه حلاوت بخشیدن، خوب و رنگین نمودن شام امروزی کل بینندگان. با امید آن که این شام هم دل شما را به دست آورده توانستیم و به شامتان رنگینی بخشیده توانستیم. دوستان عزیز سرود آخران را پیشنهاد می سازیم و برایتان شام با فراغت تمنا داریم.